دوستان عزیزم سلام، امیدوارم خوب و خوش باشین. آغاز سال تحصیلی هست، برای همین تصمیم گرفتم این ویدیو رو براتون بفرستم. خیلی از شما عزیزان ممکنه که دوست داشته باشین که برای تحصیلات عالیه فرزندانتون بخواین که پسنداز بکنید. یک راهی که چندین سال هستش در کانادا وجود داره، افتتاح حساب پسنداز تحصیلی هستش عزیزان. Registered Education Savings Plan یا مخففش رو بگیم RESP. حالا خیلی از شما عزیزان ممکنه این که این حساب پسنداز رو باهاش آشنایی داشته باشین. برای عزیزانی که شاید تازه واردتر باشن یا تازه صاحب فرزند شدن، قبلا توجهی به این مورد نمی‌کردن، ببینید این حسابی هستش که شما در اکثر مؤسسات مالی، حالا بانک، کردیت یونیون، بعضی از شرکت‌های بیمه، جاهای مختلف این حساب رو میتونین افتتاح بکنین عزیزان. روی سود اون پولی که پسندازی که شما دارین میکنین مالیاتی تعلق نمیگیره و بهتر از اون این هستش که دولت میاد یک رقمی رو به نسبت اون پسندازی که شما انجام دادین میاد به شما پرداخت میکنه. من سادش رو بگم براتون، فکر بکنید که $2500 شما میذارین، $500 هم دولت به شما گرانتس میده. میشه در واقع انگار 20% دارین شما سود میگیرین که هیچ من پسنداز یا سرمایه گذاری دیگه یا نمیشناسم که تو کانادا بخواد 20% به شما تضمین شده در واقع بخواد سود بده. حالا این پول رو شما میتونین در آینده استفاده بکنین برای تحصیلات عالی فرزندتون. مواردی رو من به شما بگم، لزومی نداره ما وقتی میگیم تحصیلات عالی ذهنمون میره به مثلا 4 سال دوره لیسانس. اینها لزومی نداره لزوما بخواد دوره لیسانس باشه. خیلی از دوره‌های فنی حرفه‌ای، خیلی از دوره‌های عالی پست سکندری میتونین شما این پول رو براش استفاده بکنین. این خواستم خیلی خلاصه بگم عزیزان، شاخ و برگ زیاد داره این حساب پسنداز، ولی من واقعیتشو بخواین با تمام احترامی که قائلم برای شرایط عزیزان که ممکنه این شرایط رو نداشته باشن، با این هزینه هایی که بالا هست و رو به افزایش هم هستش، بخوان پسندازی واسه فرزندانشون انجام بدن، ولی عزیزانی که توانش رو دارن، من واقعا دلیل نمیدم که از این حساب پسنداز تحصیلی نخوان استفاده بکنن. حالا مواردی رو من خدمت شما بگم عزیزان. همونطور که عرض کردم، اکثر مؤسسات مالی شما این حساب رو میتونین افتتاح بکنید. اگر من حالا خیلی سربسته میخوام بگم، اگر مؤسسه‌ای به شما به قول معروف خواستش که این حساب پسنداز رو برای شما باز بکنه و نه بانک، چون شما بانک خودتون میتونین حساب باز بکنین و خیلی دارن با شما پیگیری میکنن و اسم این مؤسسه رو تا حالا اصلا نشنیدین، یک مقدار تأمل بکنید عزیزان. من نه اسمی میبرم نه هیچ چیزی، برای اینکه اصلا دوست ندارم خدای نکرده توهینی بشه به کسی یا مؤسسه ای، ولی قراردادها رو بخونید و بگید که خب چه مثلا فرقی میکنه که من این حساب رو با مؤسسه شما باز میکنم یا با مؤسسه دیگه. برای اینکه من این رو با اطمینان خدمت شما میگم عزیزان، اون گرانت از طرف دولت داره به شما پرداخت میشه روی پسندازتون، درصد در واقع میدن روی پسندازتون. هیچ ربطی نداره که شما با کدوم مؤسسه مالی این حساب رو باز بکنید. حالا مورد دیگه ای که من خدمتتون باید بگم که متاسفانه جدیدن زیاد میشنوم، Whole Life Insurance، بیمه عمر و سرمایه گذاری، حالا به فارسیش من شنیدم که میگن. عزیزان این برای
RESP جایگزین نیست. خب نذارید کسی به جای RESP بگه آقا این RESP رو باز نکن بیا اینو بخر. اصلا ایده خوبی نیستش. اون هول لایف اینشورنسی که شما بخواید واسه فرزندتون باز بکنین که حالا این به اصطلاح انگلیسیش میگن کش ولیو میسازه، برای بعدها یه رقم قابل توجهی میتونه بشه، این یه چیز بسیار طولانی مدتی خواهد بود. شما حتی فرزندتون به دنیا هم بیاد بخواین که این حساب پسنداز رو تحصیلی رو براش باز بکنید، بچه شما 17 سالگی 18 سالگی معمولا میخواد بره یه مؤسسه عالی یه کاری انجام بده. اینه که در عین حال که اگر دوست داشتید که در کنار RESP کار دیگه واسه فرزندتون انجام بدین، هول لایف اینشورنس خیلی هم خوب، ولی جایگزین RESP نیست. کار دیگه‌ای که میتونین انجام بدین برای فرزندتون، بیمه بیماری‌های حاد. با توجه به اینکه فرزند شما خردسال هست، امیدوارم که مورد سلامتی نداشته باشه، هزینه‌اش بسیار پایین خواهد بود. بیمه هایی هستن برای کودکان بیماری‌های حاد که خدای نکرده فرزند شما اگر دچار سرطان بشه، موارد دیگه‌ای باشه، میتونین از این بیمه، پول این بیمه استفاده بکنین. حالا شما امکان این رو دارین که به عنوان مثال 20 سال بیاین پرداخت برای این بیمه انجام بدین، دیگه هیچ پرداختی نخواهیم داشت، فرزند شما همیشه بیمه بیماری حاد به قول این طرفی ها paid off داره و اگر زمانی بخواد این بیمه رو کنسل بکنه، اصل پول شما میتونه که به شما برگرده. این دو موردی رو که خدمتون عرض کردم باز هم تاکید میکنم عزیزان، هول لایف اینشورنس و کریتیکال ایلنس اینشورنس واسه بچه ها خیلی هم خوب هست، موارد به قول معروف طولانی مدت هست و جایگزین حساب پسنداز تحصیلی RESP نیستش. برای کسی هستش که تمکن مالیشو دارن، در کنار RESP که من واقعیتشو بخواین بیشتر از خیلی خیلی کم میبینم، بیشتر از سالی $2500 که در واقع اون حد اکثر گرانت دولتی بخواد روش تعلق بگیره، خیلی خیلی کم میبینم که کسی بیشتر بخواد پسندازی بکنه. در کنار اون این کار رو میتونین انجام بدین. مثل همیشه خوشحال میشم اگر سوالی بود پاسخگو باشم. وبسایت شرکت ما هستش westlifefinancial.ca. شماره مستقیم تماس من هستش 604 999 1356. امیدوارم این ویدیو مورد توجه و استفادهتون بود.